یه روز یه گاو پاش میشکنه و دیگه نمیتونه بلند شه. کشاورز دامپزشک میاره. دامپزشک میگه اگه تا 3 روز دیگه گاو نتونه روی پاش واسته، گاو رو بکشید. گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه بلند شو، بلند شو. گاو هیچ حرکتی نمیکنه. روز دوم باز دوباره گوسفند بدو میره پیش گاو میگه بلند شو، بلند شو، رو پات بایست. باز گاو هر کاری میکنه نمیتونه رو پاش واسته. روز سوم دوباره گوسفند میره میگه سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه و نتونی رو پات واستی، دامپزشک گفته باید کشته شی. گاو با 1000 زور پا میشه. صبح روز بعد کشاورز میره در طویله و میبینه گاو رو پاش واسطاده. از خوشحالی برمیگرده میگه گاو رو پاش واسطاده، جشن میگیریم، گوسفند رو قربونی کنید. نتیجه خودتون و نخود هر آشی نکنید و به هیچ گاوی کمک